جهان ما از عناصر، مواد معدنی، مایعات و خیلی چیزهای دیگه‌ای به وجود اومده که انسان‌ها سال‌هاست که تلاش میکنن تا این مواد و ویژگی‌های عجیبشون رو بشناسن و از اونها تو کارهای مختلف استفاده کنن. تو دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم یک سری قوانین و اصول اولیه علمی وجود داره، مثل حالتهای مختلف مواد، جامد، مایع و گاز که برای هممون قابل درکه و هممون هم اونو پذیرفتیم. اما تو ویدیو امروز میخوام شما رو با یک سری از موادی آشنا بکنم که با ویژگی‌های عجیب و غریبشون همه این قوانین و اصول علمی رو به چالش کشیدم. پس تا آخر ویدیو جذاب با من باشید. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال منم سابسکرایب کنید و هر نظری، پیشنهادی، انتقادی هم دارید حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسید. دمتون هم خیلی گرمه. بزنید بریم سراغ این ویدیوی جذاب. اولین موردی که میخوام بهتون معرفی بکنم یک ماده جامد قرمز رنگ به اسم نیتروژن 3 یودیده که در واقع یک نوع ماده منفجره به حساب میاد. اما سوال اینجاست چه چیزی باعث خاص شدن این ماده منفجره، یا بهتره بگم نیتروژن 3 یودید شده؟ نیتروژن 3 یودید یک ماده منفجره فوق العاده حساسه. فقط کافیه 1 گرم یا یه مقدار بیشتر رو روی میز بذارید و با هر چی که دلتون میخواد اونو لمسش کنید و بعد بوم به شکل عجیب و غریبی منفجر میشه. البته بچه‌ها هیچ وقت سعی نکنید این کارو تو خونه انجام بدید، چون این ماده به شدت فراره و واسه منفجر شدن فقط به یک لمس یا یک استکاک خیلی کوچیک احتیاج داره و فوق‌العاده هم میتونه خطرناک باشه. ونتا بلک یک ماده مصنوعی ساخته شده از نانولوله کربنیه که توسط مرکز نانو سیستم های دانشگاه سوری ساخته شده. ونتا بلک رکورد جهانی سیاه ترین ماده مصنوعی جهان رو داره و در واقع تیره ترین سیاهی هستش که تا حالا تو زندگیتون دیدید. سطح این ماده انقدر سیاهه که طیف سنج‌های موجود نمیتونن شدت سیاهی اون رو محاسبه کنن و حتی با تابوندن پرتوهای لیزری فوق‌العاده قوی روی سطح اون هیچ نوری به سمت بیننده بازتابیده نمیشه. دلیل این موضوع اینه که ونتا بلک میتونه 99% از نوری که به سمتش تابیده میشه رو جذب کنه و مقدار خیلی کمی از نور رو برمیگردونه. بذار یه نکته جالبی بهتون بگم. این ماده دقیقاً مثل یک سیاه‌چاله عمل میکنه و نور توش گرفتار میشه و اگه ما بیایم یک جسمی رو با این ماده بپوشونیم، بعد سوم اون از دید ما محو میشه، چون هیچ شکست نوری روی اون جسم اتفاق نمیفته و ما نمیتونیم ابعاد اون جسم رو به درستی ببینیم و دقیقاً مثل یک سایه واسه ما دیده میشه. فروسیارها یک نوع مایع هستن که میتونن به شکل‌های عجیب و غریبی در بیان. در واقع باید اینجوری بهتون بگم که فروسیارها وقتی خارج از میدان مغناطیسی هستن دقیقاً مثل مایعات دیگه عمل میکنن. اما داستان وقتی عجیب میشه که یک فروسیار رو به یک میدان مغناطیسی نزدیک کنه. وقتی که فروسیارات با یک میدان مغناطیسی تماس پیدا میکنن به شدت مغناطیسی میشن، از حالت مایع خودشون خارج میشن و به شکل‌های عجیب و غریبی در میاد. این ماده عجیب و غریب یه چیزی بین فلزات و مایعاته که وقتی یک میدان مغناطیسی یا یک آهنربا بهش نزدیک میشه تغییر شکل میده و اگه اون آهنربا رو ازش دور بکنی دوباره به حالت مایع خودش برمیگرده و یک صحنه فوق‌العاده جالب و شگفت انگیز رو به وجود میاره. همه چیزایی که تو الان بهتون معرفی کردم رو بذارید کنار، چون میخوام یکی از عجیب و غریب ترین ماده های دنیا رو بهتون معرفی کنم. نیتینول که اسم تجاری نیکل تایتانیومه، یک آلیاژ فلزی فوق العاده عجیب و غریب با ویژگی های منحصر به فرد که تو صنعت پزشکی خیلی پرکار برده. بچه‌ها مرد جیوه‌ای تو فیلم ترمیناتور رو یادتون میاد که هر چقدر میزدنش، تیر بهش میزدن یا هر کاریش میکردن از همدیگه میپاشید، وا میشد و دوباره به حالت اولیه خودش برمیگشت. این دقیقاً ویژگی هستش که نیتینول داره. در واقع نیتینول یک حافظه برای شکل اصلی خودش داره و هر کاریش هم بکنی دوباره به حالت اولیه خودش برمیگرده. اگه شما یک جسمی رو از نیتینول بسازید و بعد از اون رو خمش کنید یا به هر شکلی که دلتون میخواد تغییر شکلش بدید، این فلز این توانایی رو داره و این حافظه رو داره که به شکل اولیه خودش برگرده.
جالب اینو بدونید که تغییر شکل نیتینول توسط گرما فعال میشه. تو بعضی از دماها از حالت اولیه خودش خارج میشه و تو بعضی دیگه از دماها به حالت اولیه خودش برمیگرده. اینم اضافه بکنم که این اختلاف دما که باعث تغییر شکل این فلز میشه رو میشه توی 1 درجه سانتیگراد کنترل کرد. بچه‌ها اعتراف میکنم که یکی از عجیب ترین چیزایی که تا حالا تو زندگیم دیدم فلز نیتینوله که واقعا به نظر من عجیب و غریبه. این که یه فلزی رو هر جوری که دلت خواست کج و خولش بکنی، بعد بندازی تو آب گرم یا بهش حرارت بدی برگرده به حالت اولیش، اونم بدون کمترین خطایی. واقعا از نظر من عجیبه. شما رو نمیدونم، نظر خودتون حتما تو کامنت ها برام بنویسید. گالیوم یک عنصر فلزی با عدد اتمی 31 که با تصویری که شما تو ذهنتون از فلز دارید خیلی فاصله داره و بیشتر شبیه یک فلز مایع است تا فلز جامد. چیزی که باعث عجیب و غریب شدن گالیوم شده دمای پایینیه که تو این دما گالیوم از حالت جامد به حالت مایع تبدیل میشه. در واقع گالیوم تو دمای 30 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه. یعنی اگه این فلز جامد رو توی دستتون نگه دارید به احتمال خیلی زیاد از حالت جامد به حالت مایع تبدیل میشه و این واقعا شگفت انگیزه. اینو باید بدونید که گالیوم تو حالت جامد هم خیلی نرمه و خیلی راحت میتونید با یه چاقو مثل پنیر اون رو ببرید یا حتی با دندونتون اون رو نصفش بکنید و این واقعا عجیب و غریبه. البته همون قدری که عجیب و غریب گالیوم، همون قدر پرکاربرده و تو کاپ کشی و حتی مواد دارویی هم از این عنصر فلزی استفاده میشه. یکی دیگه از مواد عجیب و غریبی که تو دنیا وجود داره هیدروژل ها هستن که تو یک حالت بین مایع و جامد معلق موندن و بهترین مثالی که میتونم از این نوع مواد واسهتون بزنم ژله های خوراکی هستن که حالت جامد خودشون رو حفظ کردن اما دقیقاً مثل مایعات نرم و انعطاف پذیرن و به شکل‌های مختلفی میتونن در بیان. هیدروژل ها به خاطر انعطاف پذیری و دوام بالایی که دارن تو دنیای علم برای مواد زیستی که تو بدن انسان وجود دارن میتونن نوید بخش اتفاقات خیلی خوبی باشن و واقعا پرکاربرد باشن. توانایی این مواد برای مایع شدن کامل، پر کردن یک فضا و بعد از اون تبدیل شدن به جامد و در عین حال حفظ حالت انعطاف پذیری فوق‌العاده‌شون واقعا شگفت انگیزه. هیدروژل ها مجموعه‌ای از پلیمرهایی هستند که هر دو تا ویژگی شیمیایی و فیزیکی که حالت اونها رو از جامد به مایع تغییر میده رو توی خودشون دارن. وقتی که گرم میشن پروتئین‌های پلیمری پخش میشن و آزادانه حرکت میکنن و وقتی سرد میشن همون پروتئین‌ها دوباره سخت میشن، اما نه به شدت وقتی که آب تبدیل به یخ میشه و این حالت انعطاف پذیری خودشون رو حفظ میکنن. در واقع باید اینجوری بهتون بگم که این پروتئین های پلیمری هیدروژل ها رو به یکی از عجیب ترین ماده های دنیا تبدیل کردن. خب حالا وقتشه که بریم سراغ سبکترین ماده جامدی که روی کره زمین وجود داره، آروژن گرافن. وزن این ماده عجیب و غریب تنها 16 میلی گرم تو سانتی متر مکعب که تقریبا سبکتر از هواست و چگالی اون حتی کمتر از گاز هلیومه. گرافن ها در واقع از هیدروژل هایی به وجود اومدن که محتویات داخلی اونها تخلیه شده و با هوا پر شده و در واقع باید اینجوری بهتون بگم که 99.98% حجم آروژل گرافن رو هوا تشکیل داده و به خاطر همین موضوع هم هست که خیلی سبک هستن. آروژل گرافن ها توی این روزا کاربردهای مختلفی دارن و از اونها برای تولید چسب ها، پوشش ها، پرکننده ها و خیلی چیزای دیگه داره استفاده میشه. اما مهمترین کاربردی که این مواد سبک دارن اینه که از آروژل گرافن ها توی چاپ 3 بعدی استفاده شده و نتیجه های خیلی دقیقی هم به دست اومده. خب حالا که با چند تا از عجیب و غریب ترین مواد دنیا آشنا شدیم، وقتشه که بریم سراغ این ویدیو که توش خطرناک ترین مواد دنیا رو بهتون معرفی کردم. اگه دوست داشتید روی ویدیو هم کلیک کنید تا آخرش رو ببینید و بدونید که خیلی دوستتون دارم. دمتونم خیلی گرمه. تا ویدیو بعدی، مخلصم. خدا نگهدار.